اینجا یکی از پیشرفته ترین مراکز پخت نون در شمال لبنانه. شاید تا اینجای ویدیو برای شما سوال شده که بچه‌ها توی لبنان چیکار میکنن و چرا توی این نونوایی فعالیت میکنن. علتش هم اینه که اینجا یکی از مراکز پخت نون در منطقه البغاست. آقای بختیاری اینجا چه کاری داره انجام میشه؟ خب یکی از مسائل و مشکلات جدی تأمین نونه برای آواره ها. در منطقه‌ای که ما هستیم 5000 آواره حضور دارن. روزانه 1900 بسته 6 تایی نون تولید میشه و هر 10 روز 19000 بسته بین اهالی و افرادی که هستن توزیع میشه. و همه اینا توسط مجموعه مردمی و گروهایی که حاضر هستن داره در حال انجام. خب اومدی مدرسه صبحونه چی خوردی؟ هیچ. چیز خاصی نیست. امروز نخوردم خونه. یعنی یک چای. الان گشنته؟ الان به خونه نهار چی می‌خوری؟ نون خوش. سیزن. حالا به رنگ نون خوش باشه. چی تخم مرغ؟ من که دیگه چیزی ندارم. تک و تنهایی همرم بابام جور که هرچه عالم و آدم بابام